کدومتون از این قابلیتی که الان میخوام بهتون آموزش بدم خبر نداریم؟ داخل همه گوشیام هست و خیلی هم کاربردیه، ولی هیچ کدومتون خبر ندارین. این پست رو لایک کن، برو بریم رو گوشی که آموزش رو بهت بدم. لایک یادت نره. چرا نگاه کنید، ما یک دونه دفترچه داریم، همه رو انگلیسی نوشته، میخوایم تبدیلش کنیم به فارسی. یه دونه عکس از روش میگیریم، بیا همه رو فارسی تحویلت میده. کار به این خفنی دیدی؟ انگلیسی رو به این راحتی ترجمه میکنه. خب بچه ها، اینجا ما یک میکروفون داریم، تمام مشخصاتش رو انگلیسی نوشته. خب نگاه میبینید، اومدیم یه دونه عکس ازش گرفتیم، برامون ترجمه کرده، فارسی تحویلمون داده. میبینید همه رو فارسی نوشته. خب حالا چجوری باید این کار رو انجام بدین؟ با دقت گوش کنید. میرین داخل گوگل گوشیتون، اینجایی که عکس دوربین کشیده رو میزنید، بعد از اون چیزی که میخواین ترجمه کنید یه دونه عکس میگیرید، مثل